در بد دادن دخترها یا همو خواهر بدل که میگن، این یک مشکلی که داره از نگاه شریعت اسلامی و فقه حنفی ممنوع اعلان شده و جواز نداره و در جامعه اجتماعی افغانستان برای هزی معقول نیست و ناپسند است که چون اگر امو دخترها یکی از دخترها مورد اذیت خانوادگی و خشونت خانوادگی قرار بگیره، خانواده دیگه با وجودی که شاید هم دختری که در خانه ایشان است هیچ نوع مشکل نداشته، او هم در مقابل بالای دختر خانواده قبلی ظلم روا می داره و از نظر ما کار معقول و نیک و پسندیده نیست و کوشش شود که خانواده ها نمی قسمت تلاش بکنند چنین اقدامی را نکنند و در حق دختر خانم و بانوها بی‌عدالتی نشه. و در قسمت ازدواج های اجباری باید بگوییم که ازدواج های اجباری طوری که از امو نامش و چیزش معلوم است که یک چیزی که اجبار شود معقول نیست، پسندیده نیست و عدالت زیر پا میشه.